سلام. یه کتاب رو پیش خودتون تصور کنین، نه یه کتاب معمولی، یه کتابی که اندازه یه پسر بچه نوجوانه. وزنش هم اندازه یه آدم معمولیه، تقریباً 78 کیلو. اسمش معروف به کتاب شیطان، یه کتاب دستنویس از قرون وسطا و پر از رمز و رازه که هیچ کس تا حالا نتونسته کامل بخونه. میگن توی دلش یه تصویر بزرگ از شیطان کشیده شده، نه به عنوان یه هشدار، به عنوان صاحب کتاب. از امروز من به همراه شما قراره به کلیسایی بریم که داخلش یه راهب برای ادامه زندگیش خودش رو با تاریکی معامله کرد. کتابی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم تقریباً 92 سانتی متر ارتفاعش، 50 سانت عرضش و نزدیک 78 کیلوگرم وزنشه. این کتاب یه نسخه خطیه که میگن فقط یه نفر نوشتش، حتی بدون کمک هیچ کس. دانشمندا گفتن نوشتن این کتاب توسط یه نفر به 30 سال زمان نیاز داره. ولی قسمت ترسناک این ماجرا اینجاست که افسانه‌ها میگن نه 30 سال، بلکه توی یه شب نوشته شده. طبق افسانه‌ها یه راهب در صومعه مرتکب گناه بزرگی شده. حالا گناهش چی بوده؟ هیچکس دقیق نمیدونه. بعضیا میگن خیانت به عهد و خیلی هم میگن باطل کردن سوگند مقدس. تنبیهش وحشتناک بود، چون قرار بود که به دیوار دوخته بشه. ولی اون راهب التماس کرد، گفت یه فرصت بدین، یه کاری میکنم اسم صومعه برای همیشه زنده بمونه. اون وعده داد یه کتاب بنویسه که همه دانش بشر توش نوشته شده باشه. کشیش‌ها قبول کردن و این نکته اینجاست که فقط یه شب بهش وقت دادن. ولی وقتی فهمید که این کار غیر ممکنه از خدا کمک نخواست، ولی گفت شیطان منو نجات بده و شیطان هم جواب داد. معامله بسته شد. روح راهب در ازای نوشتن کتاب فردا صبح آماده بود، ولی یه نکته اینجاست که کسی که باهاش معامله کرده بود یه عکس بزرگ از خودش وسط کتاب گذاشته بود. خب بذاریم منطقی به این موضوع نگاه کنیم. دانشمندا بررسی کردن و دیدن نوشتن توی هزاران صفحه که این کتاب داره یک نواخته، یعنی یه نفر این کتابو نوشته و هیچ تغییری در نوشتن نداده. و همینطور که گفتم تستایی که انجام دادم بعد 30 سال حداقل برای نوشتن این کتاب زمان گذاشته میشد. ولی جالبترش اینجاست که هیچ نشونه از خستگی یا پاک کردن یا اشتباه تو اون صفحات دیده نمیشه. محققا میگن شاید افسانه‌ها اشتباه میگن که توی یه شب نوشته. شاید چندین سال واسه نوشتن این کتاب راهبه وقت گذاشته. اما سوال اصلی اینجاست که چرا عکس بزرگ شیطان وسط اون کتابه؟ حالا جالب اینجاست که کتاب شیطان فقط یک کتاب مقدس نیست، بلکه توش کتاب مقدس مسیحی هم هست و کنارش جادو هم نوشته شده. مثل تلسمان، دستورالعمل‌های پزشکی عجیب و حتی روش‌های جنگیری. از درمان نیش مار گرفته تا طلسم بستن ارواح. و خیلی ها میگن این کتاب هم از خداست هم از شیطان. این کتاب سفر خیلی طولانی داشته، از صومعه گرفته تا غنیمت گرفتنش توسط شاه‌ها. حتی بعضیا میگن وقتی آتش سوزی میشده هیچ خراشی یا هیچ سوختگی روی این کتاب نمیمونده. خیلی از این سربازا گفتن وقتی کتابو خوندن دچار توهم شدن و شیطانو دیدن. اما این فقط داستان نیست و گزارش‌هایی هم داده شده که هر کس بیش از حد اون کتاب مطالعه کرده یا باهاش سر کار داشته دچار مشکلاتی شده. خیلی ها میگن این کتاب غیر ممکنه که توی یه شب نوشته شده باشه و بعضی ها میگن ما به ماورا اعتقاد داریم. درسته یه نفر نمیتونه تنها این کتابو بنویسه، ولی وقتی یه نفر با تاریکی یکی میشه میتونه. شباهتش مثل یه قرارداد جادوییه، روح در برابر قدرت، و اون تصویر وسط کتابم یه نشونه از امضای معامله است.
و جالبه بدونی این کتاب ناقصه و دانشمندا گفتن 8 صفحه از این کتاب نیست و به مرور زمان نابود شده. اما شایعات میگن اون صفحات دستورای جادویی شیطان بوده و یا کسی از قصد نابودش کرده یا یه جای پنهانش کرده. حالا با خودتون تصور کنین اگه این صفحات پیدا بشه چه اتفاقاتی میفته. و امروزه این کتاب یعنی کتاب شیطان توی موزه در سوئد نگهداری میشه پشت شیشه‌های محکم. و در آخر به نظر شما این یک کتاب تاریخیه یا یه معامله با شیطان؟ خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو تماشا کردین. اگه دوست داشتین لایک، کامنت و ساب فراموش نشه، به من انرژی میده. ممنون از نگاهتون.